درود در شما همراهان گرامی. امشب به سفر تاریخی پرفراز و نشیبی خواهیم رفت. مهمان ما کسیه که در دوران جوانی امپراتوری وسیعی ساخت و در تاریخ به عنوان یکی از فاتحان بزرگ شناخته شده. بله، اسکندر مقدونی، فرمانروایی که امپراتوری ایران را فتح کرد و رد پای جاودانی در تاریخ از خود به جای گذاشت. با استفاده از این دستگاه ویژه به دنیای اون باز می‌گردیم و از نگاه خودش به این فتوحات و انگیزه‌های او پی خواهیم برد. با ما همراه باشید. درود در شما اسکندر بزرگ. خوشحالیم که میتونیم امشب به گذشته‌های دور سفر کنیم و با شما گفتگو داشته باشیم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بگید از کجا این همه انگیزه برای فتح جهان پیدا کردید. درود بر شما. من اسکندر، فرزند فیلیپ مقدونی و شاگرد ارسطو هستم. از کودکی آرزو داشتم که نامم در تاریخ جاودانه بماند. آموزه‌های ارسطو که به من ارزش علم و فلسفه و شناخت جهان رو یاد داد، همراه با علاقه‌ای که به داستان‌های پهلوانی داشتم، در من انگیزه بی‌پایان ایجاد کرد تا به سرزمین‌های دوردست سفر کنم و جهان را از نزدیک بشناسم. بسیار جالب است. فتح ایران یکی از بزرگترین و مهمترین فتوحات شما بود. چه چیزی شما را به سوی این کشور عظیم سوق داد؟ ایران سرزمینی گسترده و پرشکوه بود، با تاریخی کهن و فرهنگی غنی. من تنها به دلیل گسترش امپراتوری به ایران نیامدم، بلکه میخواستم خود را با بزرگترین امپراتوری آن زمان روبرو کنم و به جهانیان نشان دهم که اراده و جسارت چگونه میتواند حتی سرزمین‌های بزرگ را نیز فتح کند. البته من به فرهنگ و تمدن این سرزمین احترام گذاشتم و کوشیدم که به مردم ایران نشان دهم که هدفم تنها جنگ نیست، بلکه اتحاد و گسترش دانش است. در تاریخ اومده که شما در ایران به فرهنگ و آداب این سرزمین علاقه نشون دادید. آیا این حقیقت داره؟ بله، حقیقت داره. فرهنگ ایران من شیفته خودش کرد. از زمانی که به پرسپولیس رسیدم، شکوه این سرزمین را دیدم. به همین دلیل با بسیاری از آیین‌های ایرانی آشنا شدم و حتی برخی از آداب و رسوم این سرزمین را پذیرفتم. این نشانگر احترامی بود که برای مردمان و فرهنگ آن قائل بودم. پس چرا پرسپولیس رو با آتش کشیدید؟ این کار شما هنوز هم سوال برانگیزه و گاه از شما به خاطر آن انتقاد می شود. این یکی از تصمیمات دشوار من بود. گفته می شود که این کار به تحریک یکی از همراهانم تهایس انجام شد. او پیشنهاد داد که برای انتقام از آتش زدن آتن توسط ایرانیان پرسپولیس رو با آتش بکشم. شاید این تصمیم نادرستی بود که از آن پشیمان شدم، اما واقعیت اینه که در میان شور و هیجان جنگ و فتح گاهی تصمیماتی گرفته میشه که شاید بعدها نتونه آن رو توجیه کرد. شما در اوج جوانی دنیا را فتح کردید و به شهرت و قدرتی عظیم رسیدید. آیا حسرتی دارید که به جا مانده باشد؟ بله، حسرت من اینه که نتونستم ثبات بیشتری به امپراتوریم ببخشم. پس از من امپراتوری میان سرداران تقسیم شد و آنچه که من با زحمت بسیار ایجاد کردم به سرعت فرو پاشید. اگر فرصت بیشتری داشتم، میخواستم این سرزمین ها را متحد کنم و یک امپراتوری پایدار برای آیندگان به جای بگذارم. آیا پیامی برای نسل‌های آینده دارید؟ پیام من اینه که همیشه به دنبال دانش و شناخت بیشتر باشید. قدرت و ثروت گذراست، اما دانشی که از جهان و انسانها به دست میآورید جاودان است. به دنیا با دید احترام بنگرید و بدانید هر ملتی فرهنگی دارد که شایسته احترام است. بسیار سپاسگزاریم اسکندر بزرگ از اینکه زمانها را در اختیار ما قرار دادید و اندیشه هایتان را با ما در میان گذاشتید. این گفتگو برای ما و بینندگان ارزشمند و آموزنده بود. تا برنامه دیگر، بدرود.